جوان بد نبودی جان. تو با من پسند آمده بودی، اما چکار کنم؟ دوستی تا همینجا بوده است. زود باش زود باش زود باش. یاردم کن یاردم کن. کمک کن کمک کن. کمک کن به اینجا بیاره. با این برادر چی شده؟ چیکار شده؟ احوال این بچه چخیل باشد؟ با او چی شده باشد؟ دادرم خوب هستی خوب هستی. کی به این حال آمده چیزی نشد؟ اینجا چی گپ است؟ چی گپ است؟ پروکاته شوید. اینا رو شکست. چیکار میکند؟ چیکار کردم میخواد؟ او دیوانه شده است. وای خودش رو مجروح کردنی مجروح کردنی. در آنجا قیچی هست، بیار تا که لباسش رو ببریم. اینجا قیچی بسیار است، کدامش باشه؟ زودتر بیار. چیکار کرده؟ خدا خودش را مجروح میکند. پروکاته شوید. پروکاته شوید گفتم. خدایا چرا گفت داد؟ این آدم چیکار کردنی است؟ دیوانه شده است. چی؟ خودش را مجروح میکند. نه خدا آدم خودش را باید به محافظ خبر دهیم. او چیکار میکند؟ چیکاری کرده؟ با محافظ خبر دهیم. محافظ در را کشو. محافظ در را کشو. او خودش را میکشد. شیراد میزنی؟ نمیبینی به شکلش کارت زده. چه شد؟ چه شد؟ چرا نگاه کرده میستید؟ آخر به شکلش کار زده. با درمانگاه بردن لازم. بردارید زود بردارید. کمک کن کمک کن. بردار. میبردارید. بیاید بردارید. درکنی که برداشتیم. رفتیم. یک طرف ایستید. نبرایید. در اینجا نمیشود. باید به میمونخانه ببرید. زودتر زنبر رو بیار. یاریده آهسته. خیر، در کجا توقف کرده بودیم؟ شروع میکنیم. زود باش اگر مراد به سر من بلا می شود. دکتر کجاست؟ بیار اینجا خواب میکنانه. تو زودتر را. دیر آمدی با. چند بار هم اینجا آمدن تو را پرسان شدند. صدمه به وقوع آمده است. تا کشاده شدن راه انتظار شدیم. مایلش فهمو گذر. چقدر زیباست. وقتی که تولد شد کودکی زیبا بود. سبسفید. چشمانش کلان بود. اما من با دیدن این چشمها سالها در حسرت ماندم.
халдун чақар ту маро аз духтарам ҷудо кардӣ. чақар бевиҷдон шуда тавонистӣ. интизор мешавем ё ин ки суҳбат мекунем? доимо ҳамин хел бесабр ҳастед. не, аммо вақт бароям муҳим аст. барои ман ҳам муҳим аст, лекин вақт барои санҷидани қарзгирандаҳо муҳим мебошад. мехоҳам донам ки саросема аст ё ором аст. ин як қисми корам аст. фаҳмидам, аммо фикр мекунам ки шумо барои донистани машғулият ва мусиқии дӯст доштам интизор нестед. кошки нақл мекардиву ман гӯш мекардам. оҳ ҷонон, духтаракам, мехоҳам ки ин рӯйкашро кушода туро ба оғӯш гирам, бибусам ва мӯйҳоятро сика кунам. маро мешунавед? бале, акнун метавонем оиди кор суҳбат кунем. падар ризо, ин ҷавонро нигоҳбин кун. ман духтурро ёфта меоям, вагарна ин дардасамо мемирад. فهمو ترا من حل میکنم. من نگاه بین میکنم ترا. این کار از حد زیاد طول کشید. با این جوان نراز. تو با این کار دخالت نکن وگرنه میمیری. آن خوب کرده رو نه، مرا بیکش نابکار. بسیار خوب، بسیار خوب. حاضر میپوشان. деворро бигир. мегӯянд ки як қадак қаҳва 40 сол хотира дорад. агар якдигар фаҳмӣ шавад, шояд ҳамкориямон ва ҳамроҳ буданамон аз 40 сол ҳам бисёртар шавад. пас менӯшам. ягона меросхӯри ҷандан ҳолзим шумо ҳастед? не, додар ҳам дорам. тариқ, мо 2 фарзандем. чаро ӯ наомад? вай чӣ серкор аст, ба ҳама кор вақт намеёбад. фаҳмидам. чӣ хеле ки вазифаи муҳими ширкатро ба шумо супориданд, фикр мекунам ки ба монанди падаратон шумо низ комёб ҳастед. ҳамчун зан ин бароям писанд омад. фарз мекунам ки модаратон бо шумо фахр мекунанд. ман модарамро лаҳзае надидам. ҳангоми хурдсолиам моро ҷудо карданд. ман ӯро бисёр ҷустуҷӯ кардам, аммо имкони диданро ба даст наовардам. зинда аст ё мурда намедонам. агар зинда мебуд дар барам мешуд, маро пайдо мекард ва шояд чӣ? шояд бо шумо бар ин шахси номуайян корҳои пинҳонӣ карданамро фаҳмида ба ғазаб меомад.
ذره فخر نمیکرد. اما چه خیلی که گفتم من او را عموما ندیدم. با شما بر این زنی جسور و کامیاب به همه همکاری و راضی هستم. قبول میکنم. چقدر پول خواهد میدهم؟ اما دو شرط دارم. حرکتی ناجا نکنی با. احمقی نکن، فهمیدی؟ ایاز برخیز. آقای ریزا؟ او آقای ریزا نیست. او دمی تشکیلات مخفی است. برای کشتن تو امر گرفته است. هنگامی زهرآلود کردن تو او رو دستگیر نمودم. ایاز برخیز میرویم. اما این طور نمی نمود. البته این طور نمی نموید. او جاسوس پر استعداد است. ببین، این اشاره گروه مخفی است و این تشکیلات مخفی می باشد که او به این اعضا است. آنها هم دیگر رو با این میشناسند. من هم با دیدن این او رو شناختم. اکنون برخیز میرویم. زخمی تو وزنین است. بله، من برای آمدن به اینجا آینه رو شکسته شکمم رو چاک کردم. شیربچه اکنون رفتیم. با کجا میرویم؟ زخمت وزنین است. میگروزیم. چی؟ بیا، اینها رو میگیریم. همشون این روز رو انتخاب کردن. من تا حال خوراک نصف روزیم را نخوردم. احوالش به نهایت بد است. ناگهان شکمش را چاک کرد. چیکار کردن ما را ندانسته مانده. 3 خاطر شکر، 25 خاطر چای. من بعد خریدها را توی و ابراهیم میارد. بله، نو با کار شروع کردم. بسیار خوب. اکنون چشمان ما روشن‌تر می شود. ابراهیم در کجاست؟ در حجره مدیر است. چی گفتنی داشته است، اما ایدی چی بودنش رو نمیدونم. نه، از اینجا گریخته نمیتوانید. شاید ما را دستگیر کنند. دستگیر نمیشویم ایاز. میرویم. کنی آدم زخمی کجاست؟ در همین جا بود.
جوانی زخمی شده و از هوش رفته خوب بودند. بغیر از این ریزای چولاق در برشون بود. در فرش خونه کیست؟ برآمده اند. رفتیم. حال کردم. پول میدهد؟ بله میدهد. راضی شد. اما فایزش کمی بلند است. 22% است. چی؟ میخواهد که ما را مفلس کند این پچله بناموس؟ مفلس نمیشویم پدر. مجبور هستیم. دیگر چاره‌ای نداریم. باز اگر این تندر رو از دست دهیم بعد مفلس میشویم. درست. مجبور هستیم. متاسفانه پچلی باز یک شرط دیگر دارد. خوب هستی؟ صبر کن کمی پس همه‌اش میگذرد. خونت زیاد میرود. طاقت کرده میتوانی. خاطر نشو. خدا خواهد یگون چیز نمیشود. اگر یگون چیز شود برایمان در رو میکشد. فهمم. بسیار خوب. طاقت کن. تو باور. رفتیم. من دستشویی میروم. کسی زنگ زند خودت جواب ده. خوب شده است. نزدیک شو. اکنون چشمانت روشن‌تر می‌بینند. این را ببین. اینقدر خون ریخته است و چه راه میگشته است. باور کنید من هم یکون چیز رو نفهمیدم. با احمقی تو با آن زن رو بسته محتاج موندیم. تنها یک میکا همان را نخواسته است. چی خیل از عقده اینقدر فایز میبرویم. خواطر نشوید. از عقده‌اش میبرویم. بله برای تو آسان است. از عقده‌اش میبرویم. آخر پول از کیسه تو نمیبروید. اگر آدم بر این حجت کردیت رو آماده میکردی به سرمون اینقدر مصیبت نمیآمد. برخیز برای من گزارش آماده ساز. چقدر بودن مبلغ فایز از تندر شهرها چقدر فایده میموند و بعدا چیکار کرده میتوانیم میخواهم که ببینم. فوراً تیار میکنم. ایستا باز یک مسئله دیگر است. من بعد مسئول ساختمان شهرها جانان است. همه چیز رو او نظارت میکند. جانان؟ آخر جانان آیدی ساختمان چیزی رو نمیدوند. باز آن شهرها در یک کنجی شهر است. جانان چه خیل با آنجا رفته میایستد؟ این خواهش من نیست. خواهش پچلی است. وگرنه پول نمیداده است. آیسته بیا. گل زودتر. چی رو انتظاریم؟ چی کار میکنی؟ انتظار میشویم. این در کشاده میشود. ایاز معلوم است که به تخانه فرامدند. زودتر باش. گوش کن. محافظان تنبل شده‌اند. باید نسبتی محکوم ها سختگیر باشند. مرا عصبی نکنند که همشان را از کار میرانم و از تو شروع میکنم. فهمیدی؟ فهما جناب فهما. این کیست؟ کارمنده که مواد خوراکه میارند. زنها را هم به کار میگیرید؟ نو به کار گرفتیم جناب. این خیلی نمیشود. با ای با صحبت کن تا که شخصی دیگر را به کار گیرد. نمیخواهم که در اینجا زن را ببینند. خوب شده جناب.
زودتر گل، زودتر بیا آخر، زودتر. انا در آنجایم. دو در آنجاییم. زودتر. کدومش باشد؟ ای ایستا کشا. اینها کلید را از کجا یافتند؟ سلیم مرا میشنوید؟ سلیم مرا میشنوید؟ سلیم. سلام جانم. چی شد؟ پدرت گفت که مسئول شاهراه تو شده ای. این تو رو ناراحت کرد؟ نه برعکس بسیار خرسند شدم. حتی با پدرت گفتم که به قدر امکان به تو یاری میرسانم. تشکری زیاد. اما یک مشکلی هست. اگر زمین های نزد شاهراه نباشد این ساختمان به ما یگان فایده ندارد. آن زمین ها باشد در دستی پیچلی است. آنها رو نیز میگیریم. آید این با پیچلی صحبت میکنم. او آید زمین مرا رد نمیکند. باوری دارم. تا حال به ای از دل دارد، اما عقلش با من سوش بند است. لیکن من سوش دهن هستم و با من نغمه نباید کرد. هیچگاه. زودتر. باز هم زودتر. 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 بالایتان را بپوشید. دروازه رو گشایید. چی گپ شده است؟ در ماشین چند نفر بودن؟ یک نفر بود. در سر چنبرکی با بود؟ نه. ای بچه 3 محکوم گریختند. همین آزر در درون مینیبوس. اکا تلفنتون رو دهید. تلفن. در جایبم زخم بند است. گرفته جای زخمی شده رو ببند. طاقت کن یکی. التماس طاقت کن. بشین. حالا گفته هایم را با دقت گوش کن که تکرار نخواهم کرد. گوشهایت را باز کن. با سوش آیله دار شدن را قبول کردی، اما بیهوده وقت را میگذرانی و در سرت چی داری نمیدانم و این کار هم ندارم. حالا زود روز فاتحه را معین میکنی. وقتی مرا نگیری. نه من فکر کردم که حالا بر وقت است.
بر وقت باید این کار را دیروز میکردیم. مرا گوش کن. اگر من چیزی را بخواهم و آن اجرا نشود، این خود دیر است. تو باز به خطای راه ندهی جانم. تو را هم اطرافیانت را هم نیست میکنم. بله، اکنون به قرار بیا. آیله دار میشوی یا اینکه نمیشوی. فهمیدی؟ اندیشه کن. خسته نباش. پچلی لعنتی. این زمین ها را نه جانان بلکه من میگرفتم. نمیگذارم که کسی به من مانع شود. حتی جانان باشد هم فرق ندارد. این چی گپ؟ بگو که تو را کی به این احوال گرفتار کرد؟ نمیدانم. در راه با سلاحش زوری نموده به ماشین سوار شد. به من سلاح را راست نموده به محبس در آمد. لعنتی خدا به شما باد که به این فریب باور کردید. پدریزا را پیدا نمودم. او نگریخته است، کشته شده است. چی؟ 2 نفر گریختند. یکی ایاز شنگول، دیگری باشد با گناه دزدی طلا حبس شده است. احمد. به من حجت های گرفتگان را بیارید. حجت های ایاز شنگول را برآوردیم جناب. اما چی؟ چی اما؟ حجت شخصی دویم در جایش نیست. آیدی او یگان حجت نیست. گویا که به محبس ندار آمده باشد. تو موضوع ماشین خوراککشانی را میدانی گل. نقشه بعدی را خوب بکش. از تخانه میگریزانی. پیش از برآمدن من تمام حجت و عاید احمد شیمشک را نیست کن. حجت، کاغذ یا معلومات چیزی که باشد نیست کن. مخصوصا رسم را نیست کن. تمام معلوماتی در امنیت بوده را نیست کن. فهمیدی؟ فهمیدم. خواطر نشد. باید کاری کنیم. احوالش خوب نیست. پنهان شوید. در پیش پلیس است. پنهان شویم چی فایده؟ همه جا پوری خون است. این طور باشد خود را مستحکم نگاه دارید. پخش کرده میگذارم. میگذاریم. او دختر دیوانه است. مستحکم دارید. پنهان شوید. میپرانند. گفتم که میگذاریم. دختر دیوانگیش رو نشون داد. اینها چیستن؟ یک دنیا سفسده. آن روزنامه را بخر هلدون. گفتم را گوش کن وگرنه پای دیگرت را نیز معیوب خواهم کرد. مایلش پولی افتیم. امروز یا پگاه میخریم. این را بینید. پول را پیدا کرده است. من چی میگویم تو باشی چی میگویی. مرا گوش کن هلدون. تصورات گفتنی گپ هست. فهمیدی؟ تا حال نمیدونی آن جوانی بدبخت از چخل به شرکت ضربه زده است. زود آن روزنامه را میخری. تصورات ویران شده را نیز اصلاح میکنی. فهمیدی؟ وگرنه به بلای عظیم گرفتار میشوی. گوش میکنم. چی؟ کای؟ برخیز. زود باش برادر.
رفتیم. یگید با فکرم از اوش رفت. بردار. بیا. من آتش افروخته آب میجوشانم. در کجای این حجره مواد یاری تجلی بود. تو باشد جای زخمش را کشا تا که زود تازه کنیم. تو این رو از کجا و چی خیل گرفتی؟ چی خیل؟ تو از پی چی هستی؟ چی گپ است؟ باید همین خیر شود. ایاز از محبس گریخته است. تو چی ها میگویی نابکار؟ چی خیل گریخته است؟ ریزا کجباشی چی؟ ریزا کجباشی مرده است. ایاز باشد گریخته است. از درون کسی یاری داده است. چی ها میگویی نابکار؟ ریزا کجباشی چی خیل مرده است؟ آدمی مرا چی خیل میکشند؟ کی آدمی مرا کشت؟ گوش کن، با پلیس خبر ده، با امنیت خبر ده. در حق ایاز شنگول حکم پران برارن. ایاز میمیرد. خدایا، ایاز رو میپرونند، ایاز رو میکشند. برای این نفرانی که در رسم هستند من جانم را میدیم. تو برای من جانت را دریغ نداشتی. کیستی اکی یگید؟ چرا این رسم در دستی توست؟ این را از دستی کی گرفتی؟ از اکم؟ تو او را میدونی؟ التماس بیدار شو و بگو. اگر شناسی بگو که اکم زنده است. مادرم و پدری بزرگم شما را سخت پزمان شدم. حتی رسمتان را دیده در حسرت ماندم. اما این از کجا پیدا شد؟ التماس بگو که یگید. از برای خدا بگو. دیگر تا باورده نمیتوانم. از بحر خدا بگو التماس. خدایا از این بیشین ها رو عذاب نده. به من نیرو ببخش. به این سرتاب آورده نمیتواند.
مدد کن خدایا. ایاز تو چرا تا حال از پی منی؟ چرا؟ میخواهی بکشی؟ یا اینکه زنده نگاه داری؟ تا حال نفهمیدم. دوست هستی یا دشمن؟ به صورت پدر و مادری من چیکار داری؟ به تو خوراک آوردم، بگیر. نمیخواهم. به مانند کودکان رفتار نکن، بگیر. احوالش خوب نیست. خونی بسیار ریزانده است. باید خون دهیم. به بیمارخانه برده نمیتونیم؟ نه. حالا همانجا پر از پلیس و ژاندارم است. کاری که لازم باشد در همین جا میکنیم. در اینجا چی کار میکنیم؟ خون رو از کجا میابیم؟ اگر یابیم هم چی خیل میدیم؟ در اینجا نه خون هست و نه تجهیزات. ایاز، آستینت رو برزن که خون میدهی. آخر چی خیل؟ با سوزند رو از تو خون گرفته به او میدهم. زود آستینت رو بالا کن. خوب، ولی گروهی خونم رو نمیدانی چی خیل میدهی؟ میدونم گروهی خونتان موافق است. زود. تو از کجا میدونی؟ من میدونم شما از یک خون هستید. یعنی گروه خونتان موافقت میکند. بیا بشین. دخترم، با تو چند مراتب گفتم که زمان آنهاست. نه تنها من بلکه یگان کس با آنها چیزی کرده نمیتواند. نکند. اگر یگان کار هم کرده نتواند جانش را داده میتواند. آیا برای باور کرده هایتان جانتان را داده نمیتوانید پدر؟ ایاز بارها برای شما جانش را دریغ نمیداشت. به یاد آرید. از آوان کودکیش صبر کرده برای حمایه ما جانش را به میان گذاشته بود. ایاز در خردسالیش چه خیلی که باشد حالا هم همون است. اما شما پدر، شما را شناخته نمیتوانم. پدر خودم را شناخته نمیتوانم. به شما چی شد پدر؟ ببخشید پدر، به شما دلم میسوزد. کاش که پدری من نمی بودید. چنان ترسانچک و عاجز هستید که از شما شرمم می آید.
الو، من کلیجدان هستم. با خانم ایپک صحبت میکنم؟ جنابی کلیچ، من هم فکر شما رو داشتم. یعنی شما رو همراه با همسرتان فکر میکردم. آیا باری دیگر برای تناول خوراک می اومده باشند؟ یعنی ما رو با تشریف آوردنشان شرفمند میگردانده باشند. گفته تمام روز فکر کردم. الو جنابی کلیچ. خانم ایپک، خاموش شده مرا گوش کنید. ها، مرحمت جنابی کلیچ، شما رو گوش میکنم. پسر شما ایاز از محبس فرار کرده است. چی؟ ایاز از محبس فرار کرده است؟ بله، پلیس او را جستجو دارد. اگر به آنجا بیاید زود به من خبر دهید. اون جوانی بدبخت برای چی به خونه ما می اومده است؟ چی خیل برای چی؟ شاید برای قصاص بیاید. برای قصاص گرفتن؟ اینطور باشد ما چیکار میکنیم جنابی کلیچ؟ هر دونم در خونه نیست. عقلا شما جنابی کلیچ. تلفن رو خاموش کرد. وای طریق پسر ما رو گوش کن، برخیز. چی شد مادر؟ چی گپ است؟ تو خودت عقل نداری، باز مشکلی ایجاد میکنی. ایاز از محبس فرار کرده است. خوب، آفرین، من دستگیر میکنم. پسرت کمی پیش جنابی کلیچ زنگ زد، گفت که ایاز فرار کرد. احتیاط باشید که احتمالی برای گرفتن قصد به خانه شما آمدن رو دارد. پدرت هم در خانه نیست. اگر به خانه آید که دستگیر میکند؟ من نه، البته که تو. چه؟ من دستگیر میکنم؟ مادر، من موش را داشتن نمیتوانم، او را چه دستگیر میکنم؟ من چی گناه زنی بدبخت هستم؟ من با این فرزند چیکار میکنم؟ زود از جهت برخیز و برای خودت یگون چوبی رو پیدا کن، وگرنه تو آمدنی ایاز من خودم تو رو میکشم. گپم رو فهمیدی به عقل؟ مادر جان، تو حال در غمی شکمش است. خدایا مرا ببخش. من برای به این احوال دچار شدن سبب شدم، اما برای بدتر نشدن این طور کردم. خدایا تو خودت دل مرا میدانی، اما دیگر تاب آورده نمیتوانم. به من یاری ده، چیکار کنم؟ نمیخواهم که این اکا و دادر دیگر عذاب کشند. آنها رو از شهری بدان نگه دار و به من راه نشان ده. خدایا اکا و دادر بودنشان رو بگویم. میخواهم بگویم، اما از احمقی کردن فرهاد میترسم. نمیدونم که پنهان کردن این سیر درست است یا فاش کردنش. خدایا التماس به من راه را نشان ده. خانم گل تا حال ناومده است؟ فهمو، من تکرارا زنگ میزنم. خدایا اکنون من چیکار میکنم؟ باید ایاز رو پیدا کنم، یا اینکه شخصی رو باید یافت که با کلیچ بیناموس مانع شود. شخصی باشد که بر ضد کلیچ راست ایستاده تواند. اما کی؟ خدا رو شکر میکنم. تو هم سخت خسته شدی اپا؟ هممون خسته شدیم. این شب مهم است. باید این شب رو گذرونیم. گفت که برای مرا نجات دادن شکمش را چاک کرده است. به فکری تو این درست است؟ درست است. شاید برای تو کرده باشد. ما از اول نقشه فراری تو رو کشیده بودیم، اما شخصی که تو رو کشتنی بود باید پیدا می شد و با تو حمله کردنش رو انتظار بودیم. اگر این شخص در آنجا نمی بود،
ҳоло ман зинда намебудам. ман намедонам ки чӣ тавр қарзамро пардохт мекунам. ҳатто агар акаи худам мебуд, намедонам ки ин корҳоро мекард ё не. ин тавр нагӯ. акаи худат. боварӣ комил дорам ки акаи худат ҳам ҳамин тавр мекард. намедонам апа. намедонам. ман зарбаҳои бисёр хӯрдам. аз пуштам бисёр корд задаанд. дигар намедонам ки ба кӣ бовар кунам. танҳо худо аст, медонӣ? танҳо худо аст. падарамро аз ман гирифтанд. модарамро низ гирифтанд. хоҳару акаамро гум кардам. ман чунон танҳо мондам ки инсоне ки сахт ба ӯ бовар карда будам маро роҳ афтода кард. ба ман зарба зад. шахсе ки падар медонистам барои шаҳид нашудани дӯстам монеа нашуд, кӯшише накард. медонӣ, ман роҳ афтода шудам апа. пора пора шудам. дар охир бошад маро фурӯхт. бо тӯҳмати бузургтарин маро гунаҳгор кард. ин ҳама ҳеҷ буд. ба худо медонӣ ба ин тоқат карда тавонистам. вале вақте шахсе ки барояш ба ҷон додан тайёр будам аз ман рӯ гардонд, хостам ки бимирам. хостам ки девона шавам. вале на мурдам ва на девона шудам. аммо дар охир ақлам ва ишқам душманам шуданд. худатро парешон мекунӣ. ин тавр накун. ин сухан апа, яъне ин калима додарам. ман солҳо интизор будам ки касе аспасам ба ман додарам гуфта дод занад. ба наздам омада оғӯшашро кушода ман омадам. аяз, ман омадам додарам гуфта ба оғӯш гирифтанашро интизор шудам. барои шунидани ин калима лаҳзае фикр накарда ҷонамро фидо мекардам апа. аммо ба наздам касе набаромад. ин одам апа, шахсе ки барои наҷот додани ман шикамашро чоп кард. кош ки ҳақиқатро медонист. кош ҳеҷ буданамро мефаҳмид. шояд он гоҳ аз кораш пушаймон мешуд. ҳаст барои худо хаб кун. бас аст, бас аст, бас аст. дигар тоқат карда наметавонам. минбаъд ман ин борро бардошта наметавонам. агар ҳозир нагӯям дигар нафас ҳам кашида наметавонам. масъулияташ ба гардани ман мемонад. бояд бигӯям ва бояд инҳоро бидонӣ. чиро? чиро бояд донам? вазъият оҷил аст гуфта будӣ. чӣ гап шуд? оё оиди ширкат ягон муаммо ҳаст? не, чизи шахсӣ аст. ба ман дахл дорад. омадам то ки аз шумо як чизро хоҳиш кунам. ин барои ман осон нест, аммо бисёр муҳим аст. фаҳмо. чизе ки хоҳӣ бигӯ. чизе ки барои ту муҳим бошад барои ман ҳам муҳим аст.
дар ҳақиқат? бале, дар ҳақиқат. ман бо касе қаҳва наменӯшам, духтарам. агар нӯшида бошам, бидон ки ӯро қадр мекунам. акнун бигӯ ки барои ту чӣ кор кунам? чиро бояд донам, апа? чаро хомӯш шудӣ? илтимос гап зан. майлаш. аяз, ман ки будани туро медонам. яъне? илтимос маро гӯш кун ва гап назан. бовар кун ки нақл кардани ин чиз барои ман душвор аст. майлаш, гӯш мекунам. ҳамаашро бигӯ. бишин. номи ту Аяз аст? бале. падарат Ҳамза ва модарат Ширин аст. аммо насабат Шенгул нест. ҷои таваллудат Карс аст. ушак нест. ту фарзанди миёна ҳастӣ. аз Фарҳод хурд ва Акай беяз мебошӣ. ту Аяз гунёл ҳастӣ. ту инҳоро чӣ хел? акаатро мешиносам. Фарҳодро мешиносам. Аяз, акаам зинда аст? акаи Фарҳодам зинда аст? бале, зинда аст. ба назди шумо омадам барои он ки дар атрофи ман касе нест, шахсе нест ки ҷасуру пурқувват бошад. падарам иваз шудааст. ҳатто ӯро шинохта наметавонам. дунёи ӯ дигар аст. мефаҳмам. дар атрофам ба ғайр аз шумо касе ҷасур ва пурқувват нест ки ба ман кӯмак кунад. акнун бигӯ ки мавзӯъ чист? шахсе ҳаст ки бароям бисёр азиз аст. шахсе ки дӯсташ медорам. ба хотири ӯ аз шумо ёрӣ талаб мекунам. акаам куҷост? акаи Фарҳодам куҷост? бигӯ. майлаш, мегӯям. аммо аввал ором шав. пеш аз гуфтанам бояд баъзе чизҳоро бидонӣ. фаҳмо. оромам. туро гӯш мекунам. бигӯ. акаатро бори охир дар қатора дидӣ? дар қатора. акаи Фарҳодат аз қатора худро ҳаво дод ки ин барои наҷот додани шумо буд. одамон ӯро таъқиб мекарданд. ӯ ба худ ҷабр кард ва захм бардошт. ӯро шахсе пайдо кард ки полковники амрикоӣ буд ва ба пойгоҳи НАТО бурда ӯро муолиҷа кард. аммо барои аз душман халос шудан шахсияташро пинҳон кард. рафторе кард ки гӯё хотираашро аз даст дода бошад. аммо аз ҷустуҷӯи шумо боре ҳам даст накашид. ба ҷое ки шумо шарт карда будед доимо рафта интизор мешуд. бо баробари интизор шудан умедаш нисф шуд. аммо шахсияташро доимо махфӣ нигоҳ медошт. маҷбур буд ки пинҳон кунад. барои он ки дар пойгоҳи НАТО қотили падаратонро дидааст ва дар бари ӯ ба кор шурӯъ кард. не, дурӯғ аст. акаи ман ин корро намекунад. дар бари қотили падарам кор намекунад. ваъда додӣ Аяз. ором шав. акаат барои хотири гирифтани қасди падарат дар назди ӯ кор кард. барои хотири қасди падарат. хуб. он одам кист?
қотили падарамон кист? худоё ёрӣ деҳ. килич даҳам. کلیچ دهم؟ چخیل تو این وقت پیدا نکردن؟ اینقدر سرباز، اینقدر پلیس چخیل دستگیر کردن نمیتوانند؟ جستجو دارن جناب. جستجو دارن جناب. نابکار جوینده یا بنده است. اگر به سوراخی موش در آمده باشد هم باید پیدا کنند. یا اینکه اینها به امر من اطاعت نمی کنند؟ اطاعت گفته اهمیت ندادن. اینها کی بودنی مرا کلیج دهن بودنم را فراموش کردند. من کلیج دهن هستم. айяз ором шав. ман ин қадар сол боз бо қотили падарам дар ба дар зиндагӣ кардам. дасташро фишурдам, дар дастархонаш нишастам, дар як маҳалла зистам. ин чӣ хел мешавад апа? агар медонистам ман ӯро намекуштам. охир намедонистӣ? агар дониҳам ягон кор карда намешуд. акад медонист ва ба ин нигоҳ накарда накушт. барои он ки то шуморо пайдо накунад кушта наметавонист. аз барои худо бишин. ҳоло бисёр чизо ҳаст ки бояд бидонӣ. падар, падар, модар, маро бубахшед. акам куҷост? ин қадар сол боз он беномусро накушта чӣ хел зист? ба ин ҳама азобҳо чӣ хел тоқат кард? акай ту як шахсияте ҳаст ки айяз на фарҳод балки кӯ аст. ба чӣ азобҳо тоб овард? бо он азобҳо кӯи худро шикоф кард. дар ҳар сония ба дили худ болға мезад, аммо ба ин нигоҳ накарда сабр кард. агар ба ин намебуд, ман ба азоби марги акам тоб оварда наметавонистам. ӯ азоби маро низ ба худ гирифт. акай ту чунин инсон аст. ба монанди ӯ касе нест айяз. шахсе ки йигид ва дили соф дорад. акаи туро низ куштанд? бале, акаи маро низ куштанд. ман касе надорам айяз. акам ҳоло ҷавон буд, шербача буд. раҳм накарда ӯро паронданд, шаҳид карданд. киҳо ин корро карданд? ҳамон одам аст айяз.
قاتل یکی من همان شخص است. کلیج دهان. گویا که مدیر امنیت این شهر باشی ها؟ تا حال یک ایاز شنگل رو پیدا نکردید. در آن کرسی نشسته شکم کمال میکنی ها؟ گوش کن، من کلیج دهنم و نتیجه را دیدن میخواهم. ایاز شنگل باید پیدا شود. در کجایی که دیده پرانید. تو تا حال خطر را درک نکرده ای. بار دیگر زنگ نمیزنم. از آن کرسی میخیزی، تمامی آدمان را خبردار کرده آن شخص را پیدا میکنی و جانش را میگیری. میفهمی؟ بار دیگر زنگ نمیزنم، اما گزارشت را میخواهم. ظفر، اگر این ایاز شنگل پیدا نشود ما محو میشویم. او باید بمیرد، حتما باید بمیرد. اکام کجاست؟ اما با من وعده ده. اگر وعده دهی میگویم. برای آن که اکاد قسم خورده است که همان روزی که تو رو پیدا کند کلیج را میکشد. چی بودن این را میدونی؟ اگر کلیج بمیرد اکاد هم میمیرد. او را لحظه هم زنده نمیمانند. او را یافتی و زود او را از دست میدی. آیا به این تاب آورده میتوانی؟ نه، اصلا تاب نمیارم. این طور باشد به من وعده ده. چیزی رو که تو میدونی اکاد نمیداند. خواهرت بیاز هنگام شنیدن مرگ او قسم خورده است. بیاز او مرد؟ بله. خواهرم مرد؟ متاسفانه گزارش مرگش رو دیدیم. ایاز خودت رو محو نکن. تو گناه نداری. بیا بشین. ایاز گوش کن. اگر به من وعده دهی که کی بودنت رو به او فاش نکنی، کی بودنش رو به تو میگویم. این رو کرده میتوانی؟ میتوانم. نمیگویم. به خدا که چیزی نمیگویم. معلوم هم نمیکنم. کشند هم یا زبانم رو کنند هم نمیگویم. التماس بگو. من دانم که اکام کیست و در کجاست. اکام کجاست اپا؟ اکا در اونجاست. او یگیت نیست. اکاد فرهاد است. آن شخصی که در آنجا خواب کرده است اکای توست. اکاد در اونجاست. او یگیت نیست. اکاد فرهاد است.
آن شخصی که در آنجا خواب کرده است که توست. Aka? 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 Akay man? Akay Sheira? Akay Farhod? Aşan bilir karnı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey, zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman aman aman. مرا ببخش اکا. رویم نمیشود که بغیر نگاه کنم. حق ندارم که تو رو به آغوش گیرم. غیر از بخشش تو امیدی ندارم. مرا ببخش اکا. اکای شیرم. اکا. مادر ترک نکنید مرا نیز ببرید مادر. فرهاد پسرم بیا. مرا نیز ببرید، مرا ترک نکنید مادر. بیا پسرم بیا، در قفا نمون. مادر بهیاز جان. مادر جانم. اوه پسر شیرینم. بیاز خواهر فرشته، خواهر بیگناه. اکای فرهاد. مرا ببخشید مادر، شما را حمایت کرده نتوانستم، شما را تنها گذاشتم. نگو پسرم، این فیل نگو پسرم. با پاش و چشمانت قربان شوم جانم. تو مثل شیر پاکیزه ای پسرم، جوانی هستی که نقصانی نداری. تقدیر است و با پیشانه‌مون این نوشته شده است.
اما خودت رو گناهگار نبین پسر. هی مگر من مادرت نیستم؟ با جان جان ایوابه نکردم من پسرم. مادر شما رو سخت یاد میکنم. خودم رو اداره کرده نمیتوانم. مرا ترک نکنید التماس. تو در اینجا کاری بسیار داری پسر. اگر خدا عمر داده باشد بدان که سبب و حکمت داره. تو نصیحت پدرت رو فراموش نکنه. آدمی با عقل شد. از راه حق نبرو و از راه راست دور نشو. با پدرت پسری لایق باش. در حق ما دعایت را کم نکن. ما میرویم مکه فرهاد. تو رو بسیار دوست می‌داریم. مادری خدمت کنید. التماس دارم. مرا نزد رو ببره. پسرم دادرت به تو امانت است. نیست. مادر جا دادرم نیست. در یگان جو نیست. ایاز رو پیدا کرده نتوانستم. با او صاحب شده نتوانستم. اکای فرهاد، اکای ایازم در اونجاست. گل فرهاد اکنون بیا. پسرم به نزد دادرت رفت. به نزد اکای ایازم رفت. بیا اکنون بیا. Ayaz. 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 بیدار شدی. نهایت بیدار شدی. خواب دیدم. مرا ببخش. ببخش که فراموش کردم. مهم نیست. ایاز خوب است. خوبم. گل با من چی شد که چیزی رو در یاد ندارم؟ خودت رو مانده نکن. بدتر به تو نقل میکنم. حالا باشد دم گیرم. شکر میکنم که خوب هستی. خدایا به من مدد کن. التجا میکنم. قوه ده کتاب آرم. اکم را نیافتم و نمیخوام که او را باز از دست دهم.
саломат бош апа, саломат бош. намедонам ки чӣ хел ба ту ташаккур гӯям. ба ман дунёиро ҳадия кардӣ. ташаккур. медонам ки ҳарду азоб кашидед. муҳаббати ба ҳамдигар доштаатон шуморо шинос кард. ман чизе накардаам. ҳоло мебинӣ вақте мешавад ки акатро то сер шудан ба оғӯш мегирӣ. бовар дорам. аммо то он рӯз сабр кун. кошки ба ёзро низ ёфта метавонистам. бо ин фикр азоб мекашам. ба ёз хоҳарам, аз пеши чашмонам намеравӣ. инро аз ҷайби акаи Фарҳод ёфтам. нафаҳмидам ки чаро ин дар дасти ӯст. фикр мекардам ки ӯ одами қилич аст ва аз пеи ман аст. ин қадар аблаҳ будам, ин қадар беақл будам. ба диққати тамоми гурӯҳ мерасонам ки барои Аяз Шенгул коди сурх истифода мешавад. ин шахс бениҳоят хатарнок аст. ба диққати тамоми гурӯҳ мерасонам ки барои Аяз Шенгул коди сурх истифода мешавад. این پدرت بوده است؟ مادر جان، به خدا که پدرم بوده است. هلدون خدا را شکر میکنم که باری وزنین را از من گرفتی، وگرنه دیوانه میشدم. این چیست؟ این همون ماشین است. در این جایند. ایستانه رو کمک طلب میکنیم. 1810 مرکز. دیدم. آیاز، در بیرون پلیس آمده است، ما را یافتند. باید زود رویم. سفسطه نگو، او در این احوال از چه میروی؟ نمیدونم.
یگان راهش رو پیدا میکنیم. با دقت تمام گروه مکان شخص فرار کرده عیان شد. با دقت تمام گروه. بسیار خوب. دیدی مدیر را سرزنش کردیم فایده کرد. سری کارگری دولتی به زدن کار نمی کند. جناب بعضا برای زدن سر هم نیافته جای خالی را می زند. آفرین ظفر، تو بسیار انکشاف یافته. فکری زیرکانه است. تشکر جناب، با شرافت شما. خیر رفتیم از پس کارمان شویم. از این برمی آید که جوان ایاز در ایاس مانده است. یخ آوردم هلدون جان، کمی سرت رو بردار. ای پیک، مگر تو دیوان هستی؟ از یک طرف پسرت از طرف دیگر تو مرا کشتنید؟ ای من از کجا دانم که این توی فکر کردم که عیاز با خدا که پدر منم عیاز گمون کردم. مویلبایتون رو نیز دادیدم. مویلبایتون رو بریدید. ای چوبی در دستت بوده رو پرتاب پسر احمق. از ترتگت رو تر کرده ای باز مویلبی مرا مسخره میکنی بی عقل. الو؟ ها بله در خونه است. زود میدیم. یک ثانیه. هلدون جناب کلیچ زنگ میزنه. جناب کلیچ دیگر گپ زن. همه انقرگی لبای باید گوییم نابکار. لبای پلیس جای عیاز را پیدا کرده است. نصیب امروز جنازه‌اش را نیز میخوانیم. تو خواب ناکرده به شرکت بیا تا که کاری روزنامه را حل کنیم. خوب شده است. چی میگوید جانکم؟ جای عیاز را پیدا کردند. زنده بود. خدایا شکری بی اندازه میکنم. مگر شما دیوانه هستید؟ آخر او را یافتن میپرانند یا کشته به مزار میگذارند. اما شما باشید شکرانه میکنید. شما چگونه انسان هستید؟ شرم کنید. اولا من باید شرم کنم. این را ببنده. توبه جای دوزخ باشد عیاز. جای دوزخ باشد عیاز. جای دوزخ. عیاز توی گیت رو گرفته ببر و تا آمدن گروه یاری از دل قفا بروید. نمی شود گل، من بی تو به یگان جا نمی روم. وقتی مناقشه کردن رو نداریم. آخر تو مرا درس دادی یا اینکه به من باور نمی کنی. عیاز در محله پایان در کوچه راست مرا انتظار شوید. فهمم. او رو ببر. نمی شود گل. اینها رو همراه ببرید. خوردنی دارو رو فراموش نکن. گل. عیاز یگید به تو امانت است. گل بیا که رفتیم. اکنون بیایید. موشین به حرکت در آمد. میگریزد زودتر. 18-10 مرکز. فهمو خوب. خیر چی شد؟ تمام روزنامه را گرفتیم. بسیار خوب. امروز رفته امضا گذارید و راهبر
روزنامه سوار شود. از همه مناسبش اوست. اما چی اما؟ پسرم، روزنامه هم کارخانه نیست؟ یا با کتفت کامیرا گرفته مخبر شو گفتیم؟ نه، گاه رفته همچون وکیل راهبر خود را نشان میدهی. تمام. گوش کن، سرلوحه و خبرها را قرارگاه آماده میکند. چرا اما میگویی؟ فهمیدی؟ آیسته ایاز، آیسته. اکا طاقت کن، کمی دیگر طاقت کن. برخیز. رفتیم. کمی دیگر. رفتیم. یا بسم الله. رفتیم. زود ای خدایا. در این راننده کشوده است. شاید گریخته باشد. نمیدانم. کسی نیست. به فکرم گریخته است. از قفا صدا می آید. در را کشا. خانم گل تو حال ناآمده است؟ فهمو. خوب. خدایا، بغیر از تو دیگر پناهی ندارم. به ایاز یاری ده. او را حمایت کن. به یگان مصیبت دچار نشود. برای حرمت امیر مومنان به او یاری ده. او را خار نکن. ما عاجز هستیم. تو برای اجرای همه چیز قوت داری. التجا میکنم. دعایم را رد مکن. قبول کن. جانان، لبای هنگامی رفتن پدرم بعضی چیزها گفت. مگر تو از اویله دار شدن دست کشیدی؟ با من کمی وقت در کار. مشکلی بسیاری داریم. نمیخوام که سراسیمه شوم. همه کاری کلان رو به عهده گرفتم. با تشویش خانه دار شوید توکل کرده نمیتوانم. میفهمم. حق هستی. نمیخواهم که تو را مجبور کرده غمگین کنم. اما پدرم را میدانی. او نمیخواهد که همه چیز بر وقت عملی شود. ما باید بفهمونیم. خوب، من در کار شاه را به تو یاری میدهم و تو کمی سبک میشوی. همین طور مراسم خوردی فاتحه را کرده میتوانیم. این برای شناختن همدیگر فرصت میشود. چی فکر داری؟ فکر میکنم اما التماس مجبور نکن.
به این همسرم درنگ شده است. باید من فکر دیگر چیزها رو نیز کنم. فهمو اختیارت. در واقع پیچیلی چی شد؟ کارها در چی احوال است؟ امشب همراه بودیم. فکر میکنم که خوب است. خواهشم رو اجرا میکنم. یعنی من چیزی رو که خواهم همان رو میکنم. اکا سخت ترسیدم و فکر کردم که مرا میکشد. نوبکار با طرف پایان گریخت. با پایان. با طرف پایان رو. حاضر من دست و پایت را میکشایم. اکا زده مردی رو بیهوش کرد و مرا با خود برد. سخت ترسیدم. او را پیدا کنید. خواهر نترسید. همه آنها را دستگیر خواهیم کرد. یک طرفی. تو چی کار میکنی؟ دور شو. سلاح را با من ده. تو چی کار میکنی؟ گپ نزن. سوار شو. سوار شو گفتم. ببخش مرا اکا. ایاز من در اینجا میستم. تو قفا گرد. فهمیدی؟ نمیشود. تو را تنها نمیگذارم. من اکا باید دکتر یابی. احوالی تو خوب نیست. راه گشته میتوانی؟ میتوانم ایاز. میتوانم. رفته. یگان کار کرده باید به جانان مانع شوم. پیچلی نابکار. با تو هم حساب و کتاب میکنم. سواش چه حال داری؟ خوبم. گذرشین از تو یک چیز میپرسم. بپرس برادر. پیچلی گفتنی زن رو میشناسی ها؟ پیچلی؟ پیچلی میشناسم. رویش رو ندیدم اما رفیق خوب هستیم. چگونه انسان است؟ سواش جان مرا میدونی که از قفای آدمان گپ زدن رو دوست نمیدارم. عجوزه است. حتی از عجوزه هم بدتر. بی وجدان است. ذره رحم ندارد. فهمو. اما سند را به تو چی خیل داد؟ آخر مقدارش چنان بلند بود که پرداخت کرده نمیشد. چی خیل برگردان بتوانستی؟ اوه باز حجت است. قمار بازی کردم. پول بسیار را برد کردم. با همین طرف پرداخت کردم. راضی شد. سواش جان میدونی که چون این آدمان پول را بسیارتر قدر میکنن. همین طور نیست؟ فرهاد باز خون ریخته است. خدایا هوا خنک شده ایستاده است. مرا انتظار شد. به یگان جا نرو. مایلش. رسمی پدر و مادرم، دادر و خواهرم.
با اونجا میرویم. رفتیم. کوشش کن یک بار دیگه. آیسته. آیسته آیسته. ایاز لابای چیزهایی که در جای من بود تو گرفتی؟ من گرفتم. چی شد؟ یک چیزی دیگر هم بود. شاید افتیده باشد. این است. بله. اویلت است. همه‌شون را از دست دادم. اکنون دیگر نیستند. باید بند رو عوض کنیم. اما دوکه برای بستن تمام شده است. همه جایم درد میکند. به فکرم به آخری راه آمدیم. تو مرا مانده رو. بیرو. هرگز تو رو ترک نمی کنم. با تو بیرو گفتم. در آخر هر دویمون رو پیدا خواهم کرد. اقلا تو خودت رو نجات ده. بیرو. هرگز نمیروم. نمیروم. ترک نمی کنم. برای چی؟ چون که تو مرا نپرتافتی. برای مرا نجات دادن خود رو زخمی کردی. من هم تو رو نمیپرتویم. مرد بودی. من تو رو خطا فهمیدم. ببخش. برای چیزی بخشش نپرس اکا. اکا سخنی زیباست میتونه دل انسان را گرم میکند. من بعد مرا اکا بگو. اکا یگیت. میگویم. البته میگویم. تو اکا یگیتی من هستی. تو هم مرا دادرت شمار. دادرم اکا. مادامی که همین خیل است باید داروی پیدا کرد. وگرنه تو باورده نمیتوانم. ایاز رفته دارو بیار. رهو. فهمو اما باز نمیری اکا. تا آمدنی من تو بیار نمیری. نمیمیرم. خدا خواهد نمیمیرم. رهو. کاش که دادرم می بودی. کاش که. بیرونید. در کجایی اپا؟ در کجایی؟ سلام. با من دوکه زخم بندی لازم است. فاز چقدر میخواهی؟ آبی اکسیژن دار، یود و ملهم، اینسولین، آنتیبیوتیک خوب لازم است. جنجز یگان که زخم برداشته است. نه. زنم کودکش را افتاند. خونی بسیار میرود. برای دادرم به بیمارخانه ببر. آخر تو چیکار هم میکنی؟
تو؟ الو؟ الو، تو در کجایی؟ پلیس کافت و کاو میکند. ایاز فرار کرده است اما تو در بین نیستی. جناب مرا گوش کن. برای ایاز شنگول حکم پران دادم. تو هم از پس این کار شو. هر کجایی که دیدی پران. فهمیدم جناب. امری پروندن رو داده است. خدایا باید آنها رو پیدا کنم. آنها کجا شدند؟ اکا یگید خوب نرم اکا، خوب نرم و خود بیا اکا یگید. با امر کلیج دهن با نظارت میگیرم. تمامی پلیس ها از حاضر سر کرده به من اطاعت میکنند. تمامی معلومات اول به من خبر داده میشود. فهمیدید؟ بله فهم خون. اکا یگید خوب نکن. چشمانت رو کشو اکا. باید کسی رو یابم که کمک کند. اما کی؟ لبای جانان. الو؟ ایاز؟ در نزدت کسی هست؟ نیست. در کجایی؟ جانان حالا مرا خوب گوش کن. باید به من کمک کنی. فهمو گوش میکنم. اگر به نزدیک جنابی سواش آمده باشد حالا آن کس نیستند. میدونم کمی پس میآید. به من گفت که در حجرش انتظار شوم. فهمو. الو لبای جنابی سواش. با من یک حجت میآید. وقتی که آمد با بالای میزم گذارید. آمد جناب، با بالای میزتون گذاشتم. باز خانم بیاز هم آمدند و حالا در حجرتون است. بیاز؟ دختری دیوانه. چیزی را بهانه کرده او را دفع کن. با من دروغ گفتید. جنابی سواش در حجره هم انتظارشان نگفته است. لطفاً به بیرون بروید. یعنی دروغ هم فاش شد. مرا ببخشید. خواستم بختم را بسنجم. التماس به بیرون بروید. اپای گل تو هول نیست. اپای گل در کجایی؟ الو سلام، من جانان هستم. با من وعده داده بودید. حالا هم اجرا میکنید؟ دایما جای ایاز رو فهمیدم، اما به یاری شما احتیاج دارم. زود به نزد من بیا. زود. حجت را در کجا گذاشتی؟ در بالای میز جناب. در اینجا نیست کو؟ ایو این که آن دختر کیست؟ همون. ای خدا. بیاز فهمو. چی میگویی؟ بسیار دغل هستید جنابی سواش. من بیاز. تو بیاز حجت رو میجوید. آن در دستی من است. آن را به اینجا بیار که تو را میکشم.
ترسیدم. من نه شما می آیید. سراغه را می گویم اگر خواهید بیایید و حجت را گیرید. بگو سراغه را بگو. به شما لباس آوردم. تشکر. جانان، این دختر باوریناک است. میدانی که من میدونم باوریناک است. خواطر نشو. برای مرا نجات دادن جانش را در خطر گذاشت. اگر او نمی بود حالا من زنده نمی ماندم. با سبب من حالا او جان می کند. در تمام شهر تو را جستجو می کنند. حکم پران دادند. کی؟ تو از کجا شنیدی؟ آخر شنیدم. یگان جا بی خطر نیست. اینجا هم. اکنون چیکار میکنی؟ من پروای چیزی را ندارم. باید اول او نجات یابد. اکنون او یک مدت خواب میرود. داروها را اینجا گذاشتم. طرز استفاده اشان را نوشتم. من باز خبر میگیرم. در واقع انا این کارت من. رقم هایم نوشته شدن. حالتی فوری شود زنگ زنید. فهمم. خیر خدا شفا دهد. تشکری زیاد. من هم باید روم. نرو. باز کمی دیگر ما. نه بیا گفتی آمدم. حالا باشد باید روم. باید صحبت کنیم جانان. سوالهای زیادی سرم را گرم کردند. تو چرا دیگر شدی؟ چرا این طور رفتار میکنی؟ من با تو کاری خطایی نکردم. درست بعضی چیزها را از تو پنهان کردم، اما با پدرت وعده داده بودم و حالا این همه مهم نیستند. میتونم همش را به تو فهمانم. نه نمیخوام گوش کنم. التماس این طور باشد بگو که من تو را دوست نمیدارم. بعد از این رفتارات حیران نمیشوم. مرا سرده. بگو تو را دوست نمیدارم. بگو سرده. گفته نتوانستی. دیدی گفته نتوانستی. یعنی مرا دوست می‌داری. دوست می‌داری. یگان کس هست؟ در اینجایم. به طرف آوازم بیا. بازی را بس کرده چراغ را فروزان کن. چی کار میکنی؟ بازی چشم پوشک دارم تا احوال آن کودکان را بفهمی. با آن کودکان چه علاقه دارم؟ مکتبها را من محکم کردم. روشن کن روشن کن. بله تو محکم نکردی ولی میتوانی کشایی. کمک میرسانی. لفافه دزدیده از کجاست؟ من دوست نیستم. توی دوست. انا در اینجاست. آن را به من ده. به من ده. گپهایم را خوب فکر کن جنابی سوش. لفافه را به من ده. در زمین گذاشتم. خودم میروم. هم لفافه و هم برآمدگاه را خودت یاب. ولی فراموش نکن تا راضی نشوید تو را آرام نمیگذارم جنابی سوش. بیاز چراغ را افروزان. بیاز انسانی خوب شو. در دل چراغ افروزان جنابی سوش، وگرنه تمامی عمر کردیل میمانی. خوش بیمان.
جانان اوه خانم جانان، آفتاب از کجا برآمد؟ مرحمت بیا دخترم. اکا دختره که کمی پیش آمد تو را نجات داد. جانان میدانی که دختری دوست داشته من است. او جانان او تو را نجات داد، اما بعداً حادثه ناخوشی شد که تو نمیدانی. مرا ترک کرده رفت. اگر تو نمی بودی اکا، اگر تو نمی بودی من به این تاب نمی آوردم. از این درد می مردم، محو می شدم. من او را دوست می دارم اکا، بسیار دوست می دارم. بله گوش میکنم. به چی قرار آمدی؟ لباس عروسی یا اینکه کلیچ التماس قرارم لباس عروسی است. با پسرت آیله دار می شوم. حتی فاتحه هم شرط نیست. هرگاه می توانیم نکاح کنیم. بسیار خوب. بین قرار درست برآورده ای. لیکن یک شرط دارم. شرط دارم؟ به کلیچ دهن؟ خیر، شرطت چی بوده است؟ بله، من میخواهم که کلیچ دهن شخصی رو ببخشد. کی را؟ مین با تو هم در زیر نظارت من هستی خانم ایپک. اکنون می توانی که شرطنامه کرده امان را بیدرانی. یافتم. همین است. همین است. دخترم، شرطت را بگو. جان کی بخشیده شود؟ ایاز. چی؟ یا ایاز را میبخشی من با پسرت آیله دار میشوم، یا اینکه در همین جا میمیرم. شرط یگانه هم همین است. برای با پسرت آیله دار شدنم جان ایاز بخشیده شود. فهمیدی؟ آیا تو میدانی چه حرفی ایستاده ای؟ Ayrılığın derdini bülbül kaça aldın aman 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 aman.
Gülün ardını, gülün ardını, gül alıp satmanın aman 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 ey. La venganza